سلام آقا، من اصلا گیمر نیستم، من برنامه نویسم. ولی بعد از مدت ها داشتم سعی میکردم فورتنایت رو باز کنم، یه گیمی بزنم، چیزی بزنم و دیدم که اصلا نمیشه. بعد اه، یکم روش کار کردم که اصلا ببینم راهی وجود داره که بخوای کانکت بشی یا اینا. یه راهی پیدا کردم، فکر کنم نه تنها برای فورتنایت بلکه برای خیلی از گیم‌ها کار کنه و مثلا حدودا پینگ 80 الی 120 این حدودا میگیرم. من با ایرانسل همراه اول تست کردم و روی ADSL هم کار میکنه، یکی از دوستان تست کردش و کار میکنه و پینگ خوبی هم گرفت، مثلا فکر کنم 80 اینا میگرفت. و مستقیم بریم سر اصل مطلب. خب این روش کلا اصلا یه نکته ای که داره اینه که ما دو تا چیز استفاده میکنیم. حالا اپلیکیشن پکت رفت که جدا اینجا داریمش، یه اپ دیگه هم هستش که ویتوری انجیه که احتمالا خیلیاتون بشناسید، ویتوری انه که احتمالا خیلیاتون بشناسید و این فقط برای اینکه بخوایم به یه سروری چیزی وصل بشیم. و نکتهش اینه که خیلی از گیما سرور داخل بازیشون با پکت رفت راحت هندل میشه، مثلا راکت لیگ یا خیلی از گیم‌های دیگه. و وقتی داخل گیمی میتونی از پکت رفت استفاده کنی، ولی برای باز شدن منو اینا الان تو این وضعیت کشور حتی اونا هم فیلترن. برای اونها نیازی که یه فیلتر شکن داشته باشی و پکت رفت به تنهایی نمیتونه که اونها رو هم تونل کنه، مثلا برای لود شدن منو، ساختن یه پارتی و غیره. برای مثال مثلا تو فورتنایت. خب برای این حال باید چه کاری انجام بدیم؟ فقط کافیه که ویتوری ان رو داشته باشید. نکو باکس کار نمیکنه، نکو ری کار نمیکنه، فقط اپلیکیشن ویتوری ان رو باید داشته باشید. من هم تست کردم. یه کانفیگ داشته باشید، ارسال کنید اینجا. نکته اول اینه که شما باید اول یک بار با همین کانفیگ وارد گیم بشید، ببینید کار میکنه یا نه. اگر همه چیز باز شد، فقط پینگتون بالا بود، اون زمان با پکت رفت میتونیم پینگ رو پایین بیاریم. الان گام به گام بهتون میگم که باید چیکار کنید. خب اول اینکه یه سری تنظیمات باید توی این انجام بدیم. یعنی یه کانفیگ که وارد میکنیم کافیه کپیش کنید و اینجا کنترل بی بزنید تا کانفیگتون وارد بشه. و اینکه حتما باید روی تان مود باشید که رو کل سیستمتون باشه. این بخش سیستم پراکسی و کلیر سیستم پراکسی باشه و این هم باید روی امپتی تنظیم شده باشه، چون بسیار دیفالت روی سه تا حالتی که برای چین تنظیم شده هست، برای چین ساخته شده هست. و خب اینم الان بهتون میگم که چیکار باید بکنید. این روتینگ برای اینه که مثلا یه سری آی پی ها رو بخواد دایرکتش کنه و پراکسی نکنه و حالا چیزایی از این قبیل که حالا ما اصلا کلا توی این مورد نیازش نداریم. کافیه که وارد ستینگ بشید، تو بخش روتینگ ستینگ اینجا روی اد بزنید. مثلا اینجا یه اسمی براش بذاریم، مثلا من میذارم مثلا خالی برای مثال. حالا من الان دفعه قبل گذاشته بودم امتی، الان گذاشتم خالی و همین. کانفرم بزنید و اینجا هم کانفرم بزنید. اینجا میبینید که خالی اضافه شده. کافیه که به خالی وصل بشید و الان دیگه هیچ تنظیماتی نداریم برای یه سری بخشاش و خیلی آزادتر میتونه عمل کنه این فیلتر شکن. خب اوکی، من در حال حاضر تان مود خاموش میکنم. کل نکتهش سر اینه که شما باید دو تا تونل مختلف داشته باشید تو سیستمتون. یعنی یک بار پکت رفت تونل باشه تو سیستمتون و دفعه بعد ویتوره انجی. و خیلی مهمه که کدومشون اول باشه. یعنی شما حتما باید اینو تان مودش رو خاموش کنید و بعد پکت رفت رو برید روشن کنید و بعد کانکت بشید. حالا ما اینجا فورتنایت رو نداریم ولی راکت لیگ رو داریم. از اونجایی که راکت لیگ و اپیک گیم خریده، گویا خیلی از سرورهاشون آدرساشون یکیه و کانکت شدن به همین راکت لیگ هم برای فورتنایتتون هم جواب میده. من اینجا به راکت لیگ کانکت میشم. من همین سرور که خاورمیانه این نوع اتصالم مستقیم و وصل رو میزنم و خب میبینید که نوشته که کانکت، میگه حدودا چنین پینگی به میده. حالا من رو ایرانسلم، خیلی درست نیست این پینگ، مثلا اگر رو مودم باشید کمتر هم میشه. و بعد از این روی این باید تان مود رو روشن کنید. اگر برعکس انجامش بدید کار نمیکنه. و خب من الان جفتشون رو دارم. بخوام دقیق تر توضیح بدم اینطوریه که مثلا شما نیازی نیست نرم افزار وایرشارک رو داشته باشید. من فقط برای اینکه نشونتون بدم دارم اینو میارم. ما الان دو تا تونل مختلف داریم. یکی برای ساین باکستانه که همون ویتوری انه، یکی هم برای پکت رفت راکت لیگه. و خب تو این حالت ما دو تا تونل مختلف داریم که این یکی فقط برای داخل گیم استفاده میشه و این یکی برای بخش منوی گیم استفاده میشه به نوعی و قبل از اینکه گیم استارت بشه. من راحت فورتنایت هم باز میکنم ببینیم که چه اتفاقی میفته.
حالا تا اون باز میشه من اینم بگم که لایک هم بکنید اینا بدم نمیشه، چون من اصلا نمیخواستم این چنل رو بزنم، ولی اگه نیاز داشتید نکات این شکلی و خب اگه ریاکشن خوب ببینم چرا که نه. بیشتر از این هم میذارم، حتی شاید تو نت ملی هم بتونید بازی رو باز کنید از این به بعد. اوکی، من نتم قطع شد یه لحظه، یه نفر زنگ زد بهم، ولی خب این همون ادامه اون لودینگه. من هیچ چیزی رو توی کانفیگم تغییر ندادم، همچنان پکت رفتم کانکته به همون شکل و ویتورین هم به همون سرور کانکته. جا تست پینگم میدم یه چنین پینگی بهم میده. و اگر شما تو اینجا براتون لود نشد، یعنی این مراحل براتون پیش نرفت، مطمئنا مشکل از VPN تونه بدون شک. و صرفا کافیه که VPN تون رو عوض کنید، یا اینکه حالا یه کانفیگ بخرید از جایی، یا حالا هر چیزی. و همین. این اپ هم خیلی باحاله اگه میخواید استریمی چیزی کنید. این اپ مثلا من الان از دوربین گوشیم استفاده میکنم، ولی یه کیفیت عجیب غریبی داره برای سیستم. خب که همونطور که میبینید الان باز شد گیمم، و الان اگر برم توی ستینگ، یه چنین پینگی زده 110 که خب مناسبه تقریبا، یعنی از هیچی واقعا بهتره. من یه گیم هم استارت میکنم، اجرای مپ مورد علاقه واسه کریتیو. احترام به همتون. دانلودش به راحتی رفت، گیم استارت شد. اینجا همچنان همه چیز با ویتوریتونه و هیچ چیزی با پکت رفت نیست تا زمانی که وارد گیم بشید، چه کریتیو باشه چه هر مچ دیگه ای. وقتی وارد گیم شدی از اونجا به بعدش دیگه کلا با پکت رفته و پینگتون بر عهده اونه. اگر پینگتون بالای 200 بود، یعنی که صرفا باید احتمالا دوباره این کار رو انجام بدید. من الان بهتون توضیح میدم که باید چی کار کنید اگر دیدید پینگتون بالای 200. خب من الان گیمم لود شد، همونطور که میبینم پینگم 80. اینا رو خیلی گنده کردم احتمالی که پینگ مشخص تر بشه براتون. و خب پینگ خوبیه. یکم پکت هم دارم احتمالا، چون داداشم هم داره پس همین همزمان بازی میکنه شاید برای اون باشه، ولی خب به طور کلی قابل بازی کردنه و هیچ مشکلی آنچنان حس نمیشه، یعنی از هیچی واقعا بهتره. و برای من شبیه اینه که اصلا مثل قبله، یعنی یه جوری فقط یه ذره کانکت شدنم سخته. بعد از اینکه کانکت شدم دیگه هیچ مشکلی ندارم، راحت میتونم کار کنم با بازی. و فقط یه نکته دیگه، اینکه شما اگر احیانا پینگتون بالای 200 بود توی بازی، یا اینکه اصلا نتتون قطع شد، یه نفر زنگ زد فلان و اینا و دیگه کانکت نشد یا با پینگ بالا کانکت شد، تنها کاری که باید بکنید اینه که بیاد اینجا پکت رفتتون رو قطع کنید یک بار و ویتوریتون هم قطع کنید، یعنی تان مودش رو خاموش کنید و بعد دوباره اول پکت رفت رو کانکت کنید به سرور راکت لیگ. مهمه که سرور راکت لیگ باشه. و بعد دوباره تان مودتون رو روشن کنید و باز همینطوری میبینید که بازم همون پینگ پایین رو بهتون میده و اینا هیچ اختلالی با هم دیگه ندارن و دوباره گیمتون درست میشه و میتونید، جالب که هیچ نکشه، میتونید بازیتون رو ادامه بدید. و اینکه خب این روش روی تقریبا اکثر گیم‌ها کار میکنه. اکثر گیمایی که شما اینجا میبینید، فورتنایت توی این لیست نیست ولی خب رو فورتنایت هم کار میکنه. از اپیکی میتونید دانلود کنید با این روش، یا کال آف دیوتی. و گیمی که تو میزدی چی بود؟ نیم آها، ماربل رایول هم میتونید بازی کنید که اینجا سر. و خب نباید دیگه مشکلی داشته باشید. امیدوارم که کار کنه براتون و همین. خدافظ. بای بای. میخوام قطع کنم دیگه، برید دیگه از چنل یوتیوب من برید.